به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه رودکی با عریضه جوانزن 23 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه ایون سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از کارخانه قوم و شغل واقع در دهه لوچوب 3 عدد قسم‌های تجهیزات زردیوار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 78600 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 49 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه واسه با عریضه زن 45 ساله ساکن همین نویه مراجعت نموده است که شب 16 به 17 اکتبر سال 2021 تقریبا ساعت 003 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل جزدان جواهرات گوناگون طلایی و نقره‌گی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 9100 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 21 ساله ساکن نویه ذکر گردیده با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 21 اکتبر یک زن 85 ساله ساکن نویه جامی در حدود نویه خراسان زیر چرخ ماشین جان باخته است. بنابراین منبع روز 21 اکتبر تخمیناً ساعت 2:00 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه خوندای پورتر رجبوف ایسامدین سال تولدش 1983 ساکن جماعت دیوات قزلقلعه نویه خراسان هنگام حرکت از سمت شهر بختر به سمت شهر دوشنبه در حدود نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر دوست و معلومبی اسرائیلونا سال تولدش 1936 ساکن نویه جامی را پخش نموده است. در نتیجه نام برده جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی قبلا خبر داد که روزهای 19 و 20 اکتبر نیز در دو صدمه در فیض‌آباد و کانه بادام 2 نفر به هلاکت رسیدند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 100 نفر هلاک یا مجروح می شوند. از جمله سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 نفر معیوب شدند. در نیمه اول سال 2021 در راههای تاجیکستان 151 نفر در صدمه های نقلیاتی جان باختند.